همون نوده هایی که یا همون آبی که تو از همون گورستان و مزارها برای شفا میاری، الان که اونا شفا نیستن، تو همون کرته چرکین شوهر تا بشو، آب همو را بنوش، برای تو شفا است. آب همو برای تو شفا است. همون سنگ های بی معنی که تو رفته با دستای نازکت اونا را زیارت میکنی و میمالی، همو را در پشت شوهرت بمال، همچنان است که تو خانه کعبه را زیارت داری. این از حرمت شوهر، این از به قدر شوهر رسیدن. زن نزد حبیب خدا آمد، از ترس گفت پروردگار من شاید روز اگر روی ترش کنم شوهر